مهماندار هستم. دو مهمان نهایت عزیز را با خود دارم. محترم اسدالله زاهد هستند، پیرامون مشکلات جوانان صحبت خواهد کردند. جوان موفق هستند. و همچنان شهاب الدین نوری با ما در استودیو هستند. پیرامون از این صحبت های خواهیم کرد که چگونه بتانیم یک اقتصاد خوب، یک اقتصاد مرفه و نیازمندی های خود را از منابع داخلی خود تمویل بکنیم. راهکارهایی را هم ارائه خواهد کرد. خوش آمدید. صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام خدمت شما و خدمت تمامی کارمندان تلویزیون ملی و تمامی بیننده های محترم تلویزیون. ممنونتون. راهکار را چی را میکنین در شرایط کنونی که یک اقتصاد خوب داشته باشیم؟ بهترین راه و یگانه گزینه امروز برای از اینکه ما از این وضعیت بد اقتصادی خارج شویم و به رشد و توسعه اقتصادی برسیم، کار در بخش زراعت افغانستان است. افغانستان یک کشور زراعتی در منطقه و جهان شناخته شده و اقتصاد افغانستان همواره متکی به زراعت است. اگر ما در بخش زراعت افغانستان کار کنیم و زراعت ما یک زراعت پیشرفته باشه و یک زراعتی باشد که بتونیم از طریق زراعت خود صادرات داشته باشیم، میتونیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم، یک اقتصاد اعلی داشته یعنی باشیم. زراعت میتونه که یک منبع پولی برای افغانستان باشد. ما کشت زراعت میکنیم، میتونیم که به کشورهای دیگه صادر بکنیم، از اون مدرک یک پول را وارد افغانستان بسازیم. و افزایش پول هم باعث خوب شدن اقتصاد میشن. ولیکن علاوه از اقتصاد هم، علاوه از زراعت هم ما منابع دیگه هم داریم. مثلا ما در یک سال 75 میلیارد متر مکعب ظرفیت تولید آب را داریم. اگر به یک افغانی بفروشیم آب خود را، در یک سال ما 75 میلیارد افغانی تنها از مدرک آب، از فروش آب میتونیم عاید داشته باشیم. فکر کنم نرخ‌های استاندارد آب هم بالاتر از $2 و یا $3 هم هستند. بله، علاوه از این هم اگر روی آب هم سرمایه گذاری شود میتونه که رشد سریع اقتصادی داشته باشیم. آب به حیث دومین پرزه حیات مهمترین عنصر در زندگی انسان است، نه تنها در زراعت و در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، بلکه به خاطر حیات انسان هم بهترین و با ارزشترین پرزه حیات است. در صورت ما میتونیم که از آب خود به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان استفاده کنیم و اقتصاد خود یک اقتصاد خوب بسازیم که آبها مدیریت شود، آبها کنترل شود. ما امروز آبها داریم، چنان که شما اشاره کردین 75 میلیارد متر مکعب آب سالانه ما در رودخانه ها و دریاهای خود جاری تولید داریم، ولی از این آب ما استفاده نکردیم. تا امروز آب استفاده نشده، کنترل نشده، آب مدیریت نشده. اگر آبهای افغانستان مدیریت شود و این آبها بالای آبها دریاهای مثلا قندوز، دریای بغلان، لوگر، دریای کنر، آمو و دیگر دریاها اگر بندهای آب، ذخیره بند آب ساخته شود و مثلا دیگر نهرها ساخته شود و کانالها کشیده شود و ما بتونیم این آب ببریم به دشتها و زمینهایی که آنها آب ندارن و اونجا کشت زراعت کنیم، میتونیم اقتصاد خوب داشته باشیم. امروز در افغانستان 7.5 میلیون متر هکتار 7.5 میلیون هکتار زمین قابل زرع است، ولی متاسفانه همه ساله 3.3 میلیون هکتار زمین قابل زرع میشه و کشت میشه. چرا؟ دلیل اومیش اساسی چی است که به اون زمینا آب نمیرسه، آب نیست. اگر ما آب خود مدیریت کنیم هم میتونیم آب خود به دیگر کشورها بفروشیم، از او درآمد کسب کنیم و هم آب میتونیم که از این آب به خاطر کشت و زراعت استفاده کنیم. بله. اقتصاد میشه با سیاست یک ربط بدین؟ اقتصاد یک علمی است که یک علمی از شاخه های علوم اجتماعی است که با تمام علوم ارتباط داره، اما با علم سیاست یا با خود سیاست ارتباط خیلی نزدیک داره. اقتصاد با سیاست خیلی ارتباط نزدیک یعنی داره. سیاست از پیاده کردن یک سیاست خوب هم میتونیم که به یک اقتصاد خوب دست پیدا کنیم. بله، اگر ما پالیسی های خوب داشته باشیم، دولت پالیسی های خوبی را پیشنهاد کنه و مثلا دولت در بخش بله، امارت اسلامی هم اقدامات خوبی داشتن. ما پیشتر روی نمایشگاه هم صحبت کردیم که در کابل یک نمایشگاه به نام امام ابو حنیفه رحمه الله برگزار شده بود و همچنان کانال قوشتیپر اگر ببینیم، معادن‌های خود را ببینیم، سرمایه‌گذاری بالایش ببینیم، همیشه یک سیاست خوب هست در مقابل اقتصاد افغانستان. سیاست خیلی خوبه است. امارت اسلامی خیلی کارهای خوب و موفقی را به خاطر اقتصاد افغانستان کرده و همواره در تلاش است و میکنه. ما در جریان حکومت‌های گذشته بر اقتصاد افغانستان کار شده بود، ولی نه تا اندازه‌ای که ضرورت بود کار نکردن. مثلا اگر ما مثال بزنیم کانال قوشتیپر که پروژه حکومت‌های قبلی است، در سالهای قبلی اونا این پروژه ها را تایید کرده بودند که باید شود، اما
امارات اسلامی با آمدن امارات اسلامی این پروژه به کار آغاز کرد و پروژه فعلا ادامه داره که خودش بسیار یک ارزش اقتصادی کلان برای افغانستان داره که سالانه ما فکر میکنیم میتونیم از دریای آمود 10 میلیارد متر مکعب آب خارج کنیم و با او آب بتونیم که خیلی از زمین هایی که در اطراف کانال خوشتیپه قرار داره در اوج زراعت کنیم. بله، وقت بود بر شما دوباره هم برمیگردم آقای نوری اگر اشتباه نکنم. بله، و اسدالله زاهد هم با ما هستند، جوان موفق هستند، پیرامون مشکلات جوانان افغانستان میخوایم امروزشان صحبت‌های داشته باشیم و نقششان در ساختار جامعه همچنان. این اول بگوین که جوانها معمولا از چی رنج میبرند در اواخر؟ بسیار به نام یاد خداوند متعال و من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خدمت کارمندان عزیز و خدمت بیننده های گرامی. معمولا مشکلات و رنج از ضروریات زندگی است. یعنی به قول دانشمندان اگر در مسیر رودخانه سنگ نباشد، موانع نباشد، آب دریا و رودخانه زیبا نمی شود. لذا مشکل باید وجود داشته باشد اما ما دنبال راه حل آنها بگردیم. امروز ما از فقط منحصراً از مشکلات جوانان صحبت میکنیم، اگرچند که کشور هم مشکل داره، کودکان هم مشکل داره، بزرگسالان هم مشکل داره، اما ما توجه به مشکلات جوانان، به رنج‌های جوانان میکنیم چون ستون فقرات است. علاوه بر این که جوان هست یعنی نه کودک است که تحت تربیت والدین خود باشد و نه بزرگسال است که مهارت و تجربه کافی داشته باشد. چون جوان است، کم تجربه است، فرهنگ مشارکت بلد نیست، مهارت برنامه ریزی بلد نیست، علمیتش پایین است، کم تجربه است، لذا با مشکلات زیادی مواجه می شود و ما باید مشکلات جوان را باید جدی بگیریم. خب جوان ما هستند که مشخصا کدام مشکلات است که جوانان افغانستان با او سر دچار هستند که شاید مهاجرت های بی نهایت زیاد از افغانستان شدید؟ بسیار خوب. جوانان امروزی با جوانان دیروز فرق دارد. جوان دیروز ساده زندگی میکرد. یک جوان از کشور خود، از مملکت خود، از ولایات کشور خود اطلاع نداشت، اما جوان امروزی چون موبایل هست، اینترنت است، خبرگزاری است، از تمام نقاط جهان اطلاع دارد و لذا برای جوان امروزی این پرسش پیش می آید که این ژاپن بتپرست با مردم افغانستان خداپرست در یک روز استقلال خود را گرفته است، اما چه علل و عوامل باعث شده که این ژاپن بتپرست امروز با کشورهای ابرقدرت رقابت کند اما ما مردم افغانستان دچار مشکلاتی باشیم که حتی تلاش های بین المللی هم راهگشا نبوده است. من فکر میکنم که جوان ها با این مشکل مواجه است که همیشه این پرسش را مطرح میکند که آیا علل این عقب ماندگی سنتگرایی نیست؟ ما باید نوگرا نباشیم. بله. وقت محدود است آقای زاهد، بین مشخصا روی مشکلات جوانان صحبت بکنین. مثلا بیکاری کامل شده میتونه و امثال هم دیگر چی چیزا هستند که در اواخر جوان ها ازش رنج میبرند؟ بله، بیکاری یک از عوامل است که جوان ها از او رنج میبره. اعتماد و کم تجربگی و دیگر از عواملی که این است که جوانان نصاب تعلیمی جوانان مشکل داره. این جوانان حتی ارتباطشون با دین مشکل داره. مثلا در نصاب رابطه به تحصیلشون حکومت اسلامی، حکومت امارات صدای خود را بلند کردن. مکتب برای همگی باز هستند، پانتون باز هستند، مکاتب خصوصی باز هستند، پانتونای خصوصی جمع اینستیتوت ها باز هستند. هیچ مرجع تحصیلی ما بسته نداریم در مقابل جوانان. بله درست است، ما مراجع تحصیلی بسته نداریم، اما همین مراجع تحصیلی که باز هست نصاب تعلیمیشان مشکل داره. مثلا ما در مکتب میخوانیم که علاوه بر مضامین ساینسی ما مضامین دینی هم داریم، اما این مضامین دینی ما متاسفانه به شکل تلگرافی بحث می شود. مثلا به جوان آموزش داده می شود که حلال چیست، حرام چیست، برای جوان تبلیغ می شود اما استدلال نمی شود. مثلا برای جوان می گوید که کافر نجیس است. وقتی این جوان این مطلب دین را میشنود شوکه می شود، نسبت به دین بدبین میشه تا استدلالش را نفهمد. درست است که وقتی ما حلال و حرام را میخوانیم ما فقط حلال و حرام خدا را میدانیم اما فهم دینی، درک دینی برای ما حاصل نمیشه. در افغانستان ما بیشترین در کل جهان
افغانستان یگانه کشوری است که نسل جوان را بیشتر دارد و این هم نیروی کار هستند. همهشان اگرشان کار گرفته شوند که شما باور بکنید که افغانستان را ما با هیچ کشور دیگه مقایسه نمیکنیم. کشورهای همسایه ما شما کشورهای خود را به بازوهای همی افغان ها ساختن، ولیکن در افغانستان ما باز یک معینیت برای جوانان داریم. آیا یک معینیت برای همه جوانان کفایت میکنن؟ مشکلاتشان را میتونه که مرفوع بسازن؟ من فکر نمی کنم. اکنون که من در جامعه میبینم، ببینید بسیار جوانها خیلی افکار منحرفانه ای دارند. مثلا به جهان و به خودشان از دریچه حیوانیت نگاه میکند، فقط به منافع خود فکر میکند، در حالی که در کشورهای پیشرفته ما داریم که از مکتب تا دانشگاه به جوانان همبستگی ملی آموزش داده می شود و افکار جمعی منافع ملت آموزش داده می شود. اما در افغانستان ما این آموزش ها را نداریم و لازم است که جوانها با مکاتب فلسفی مختلف مواجه می شود. مثلا فکر می کند که در دنیا اگر ما ظالم باشیم، اگر ما ستمکار باشیم، پس عدالت و صداقت اینها خودش به طرف ما لنگان می آید. اینها از دنبال قدرت می رود. من فکر می کنم که جوانان باید با تعلیمات از نظر دینی، البته با تعلیمات دینی آشنا شود. ببینید اسلام خب معارفی دارد که هم معارفش به درد افلاطون میخورد، هم به درد پیرزن میخورد، هم به درد جوان میخورد، هم به درد کودک میخورد. ولی لذا جوانها یک باور نسبتا منفی به دین و زندگیشان دارد، نسبتا باور منفی به سنت گرایی هم دارد و به نوگرایی هم دارد. جوانها فکر میکند این نوگرایی که ما ازش صحبت میکنیم منحصرا الگوهایی است که از خارج میآید، در حالی که اشتباه است. دین مبین اسلام ما هم نوگرا است. یعنی اگر ما دنبال نوگرایی بریم، باید نوگرایی را از متن فرهنگی خودمان حاصل بکنیم. لذا این نوگرایی مثبت است. ممنون شما آقای نوری. کوتاه هم شما را میخوایم داشته باشیم. پیام ما به امارت اسلامی افغانستانی است که ما در طول سالهای قبلی و در حکومت‌های قبلی در بخش زراعت و اقتصاد افغانستان کارکرد خوبی نداشتیم و ندیدیم. بنابراین ما از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندانه این تقاضا را میکنیم که به اقتصاد و زراعت افغانستان توجه کنه. افغانستان بر علاوه زراعت و اقتصادی که توجه میکنن، باید به منابع طبیعی افغانستان نیز توجه کنن. در افغانستان طبق آمار اداره همکاری امریکا در حدود 3 میلیارد منابع دست ناخورده داریم. امارت اسلامی افغانستان باید این منابع را استخراج کنه و به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان و افغانستان. ممنون شما آقای شهاب الدین نوری، ممثل پانزه اقتصاد، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شما هم کوتاه اگر پیام داشته باشین، کامره تلویزیونی ملی افغانستان در خدمت شما است. بسیار خوب جهان، سپاس. پیام ما به مردم شریف افغانستانی است که حالا هیچ جوانی بد نیست، بشر ذاتاً و فطرتاً بد نیست. حالا اگر جوان هم بد هست و بد اخلاق است، بی‌عدالتی میکند، اگر برایش فرصت داده شود، او جوان خوبی می شود. ممنون شما. سلامت باشین آقای اسدالله زاهد.